که دستگیری کنی خواهرها را از برای الله. هر یکی را من دوست می‌دارم از برای الله. یا جان تشکر. اپا جان خداوند هر یکی ما را چشم بینا داد، زبان گویا داد، عقل رسا داد، حسن زیبا داد، دست پا داد. چرا که امروز ما ناشکری میکنیم؟ انسان‌های را که اپا پا ندارند، انسان‌های را که دست ندارند، انسان‌های را که عقل رسا ندارند، از خداوند متعال شکرانه میکنند. امروز خداوند ما را به همه هستش هست کرده، با زیبایی، با زبان شیرین، با عقل رسا. نیکی ما امروز ناشکری میکنیم، از خدای خود طلب نمیکنیم، با ناشکری میکنیم. چی نمیرسه من اپا؟ من رفتم که جای کاری ما به جای کارم خدا بشکر جای کار همه چی 100%. ایسا اپا جان شکمکت سیره خدا بشکر جاد گرمه. ای ماشاءالله چی وقت که علاوه دوزخ میکنی؟ نه علاوه دوزخ ده. اینجا میدانید چه؟ میدانید چه؟ دوزخی اولش در پرمای چیه؟ چی میگه چی گلایف میگفتن؟ چی میگفتن؟ یک روز دور اومده ما رفتن سکشت کردن سیدن. بالا دوزخی اولش کجا بوده؟ دوزخی دیگه‌اش اینجا. اپا جان تو اینجا شیشتگی صحبت کردی سیکو، هم خطه گناهگار کردی، هم اونجا انسان‌های تماشا داشتن کو، انا همه را همه بدان که آوازی زن سطره. وقتی که مردهای نامحرم ترا تماشا میکنن از چهره ایت حلاوت میبرند. اون مردهای چی میشوند؟ چی میشوند؟ خجالت میشوند. بعد چی میشوند؟ انا همه چی میشوند؟ حرام میشوند. انا همین چیزا را خداوند محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرماید. زنهای میگه از امتم را من ندیدم، در آخر زمان میبینم. آخر زمان از اپا جان انا همه اکثر زنهای ما چی میکنن؟ در راه های خطا و غلط هست. در راه های چیه؟ ما باید امروز خداوند عقل داد حرام از حلال فرق کنیم. حرام از حلال ما باید فرق کنیم اپا جان. ما ای دوستان میگیم ای دشمنی مانه. وقتی که من اگر دشمن میشیدم ریشم میگرفتم میومدم قصیده چی میکردم؟ سخنهای دنیوی میزدم، دیگر سخنها را میزدم. ما از طلب میگیم که ایمان هر یکی ما را مستحکم گرداند، ای از حرام کرده حال خداوند ما را ایمین دارد. امروز گمراه ها بسیار شده خواهر جان، امروز شیطان ها بسیار شده. ما نمیخوایم که تو لقمه شیطان شای، ما نمیخوایم امروز تو لقمه یک گمراه شای. یک برادر در قیدت میدره میپرسه نمبر تلفن تبریک میگه از سایت ذکرتی که من چند روز میگم قطعیت خواهم صحبت کنم نمیتونم، دباویتم نمیکنی. امروز وقت آمد به خاطر همون برادر که این همه خداوند برادر مرا در همینجا ما بودای من قطعیت صحبت کرده استم. و همون خاطر خواهر جان از شما محترمانه از شما محترمانه خواهش میکنیم همچون فرزند مادر، چو فرزند یک ملت که اینجا دخل آلوده نکنین، خطان زن میکنم نکنین. اپا جان یک زجگل کرم قد در دست یک برالو بزن یک میتونی یک چند سکونده چای جان میگویم خیلی انا فکر کنه که ما کیرا یک خلای سکونه نداریم، نه که در قیامت چی جواب میتیم؟ در قیامت ما چی جواب میتیم؟ انا برای انما اپا جان برای قیامت چیدن مهنت کردن در کار که ما در قیامت کنیم، در جنت راحت کنیم. برای جنت ما باید پاک و پاکیزه باشیم، با نماز روزه باشیم، در راه راست باشیم. وقتی که ما این کارا رو نکردیم همه ما در چیم علاوه دوزخ میشیم. نگه یک خیلش میگه که گوری ما جدای گوری تو جدا، خطا میکنیم. هر یک ما در نزد الله یک جواب میتیم. هر یک ما پرسش هر یک ما اول از چی سر میشه؟ اول از نماز. روزی اول جانگداز بود، میگه پرسشی اول از نماز بود. وقتی که ما این نماز نخونیم بشینیم اینجا دروغ میگیم برادرها در نزد خدا. ما چی دروغ میگیم؟ شرم نداریم در نزد خدا. هر یک ما رو میبینه و چشماش. برای همون چی باشین؟ در راه راست باشین. ای برادرها فقط دعوت کنین. هر یکی تو زبان داری، یکی برای سخن کردن شرم داری. سخن
کردن شرم داری. آموخته چی دی همون سخنی بعدا دیگه میره همون سخنی بعدا نه با آموزین تعلیم با آموزین تعلیم بگیرین